آقا هستم 23 ساله. من دوست دارم ازدواج کنم ولی حس میکنم دختر خوب اصلا وجود نداره و انگار هیچ حسی هم به دخترها ندارم. دلیلش ایشون ازدواج نکنه. ایشون ازدواج نکنه. تو بمون عزیزم. اگه حسی نداری اصلا برای چی میخوای ازدواج کنی عزیزم؟ میرسی چی میمونه؟ مثلا اینا همه دارن نون میخوان، میگه منم نون بخوام. نوشتن امروز عروسی پسرمه. مادر عروس گفته امشب عروس خانم باید بیاد خونه پدر مادرش. پسر من با اینکه امروز عروسیشه قهر کرده. خب میگه اصلا من شب نمیام. نه خب نمیشه که. خب اینو برای عروسی میگیرن. همینجوری با هم دیگه زندگی کنن دیگه. مثلا دختر خونه باباشینه، پسر خونه باباشینه زندگی بکنن. آخه یعنی چی؟ مادر عروس گفته نخیر. خانم 22 ساله‌ای میگن 8 ماه با پسر خالم نامزد کردم، اما جالب ما هنوز بعد این 8 ماه همدیگه رو در رو ندیدیم، یک کلمه هم حرف نزدیم. این عقلش تو آسمونا نوشته شده. زمین خبری نیست. مثلا خواب همو میبینن و اینا. آقای 24 ساله میگه من هر چقدر تلاش میکنم ازدواج کنم کسی رو پیدا نمیکنم. تلاشش چجوری بوده؟ چجوری تلاش میکنه اینو به ما یاد بدن؟ ببین مثلا تو خیابون اینو میگه اینم خوبه اینم خوبه این حبیبی نیست. همشون خوب.